اما میدونیم که در حال حاضر دیگه خودروهای ما خودروهای GLX هستن، دیگه تکفن بر روی مثلا 405 وجود نداره، حتی آردی هم به صورت دیگه دو فن داره کار میکنه و این سنسور 57 درجه هم دیگه از روی خودرو برداشته شده، دیگه وجود نداره. به همین خاطر ما میریم و در مورد نقشه فن GLX صحبت میکنیم که دارای 2 تا فن هست و به صورت دور تند و کند برای ما کار میکنه. در این نقشه که مشاهده میکنید نقشه ساده ای از مدار فن خودروهای GLX رو برای شما نشون داده، اما بدون مدارات فن. فقط داره میگه که اگر سنسور 8008 اطلاعاتی رو ارسال کنه برای کنترل یونیت پایه یک خودش رو منفی میکنه، میشه دور کند، و اگر که حرارت خیلی بیشتر بود علاوه بر پایه شماره 1 پایه شماره 10 خودش رو هم به کار میندازیم، یعنی هر دو پایه چی میشن؟ منفی میشن که دور تند شروع میکنه به کار کردن. در نقشه صفحه 36 یک نقشه کاملی از سیستم خنک کننده رو برای شما نشون داده. علاوه بر اونها قطعه دیگری رو هم در اینجا ببینید به نام قطعه 8007 که البته در مدار کولر سعی میکنیم توضیحش بدیم، اما همینجا خدمتتون عرض کنیم که این قطعه سویچ 3 مرحله‌ای نامگذاری میشه که بر روی ریسیور گاز یا مخزن نگهداری گاز کولر قرار گرفته در داخل خودرو. یک کلید 3 کنتاکت یا 3 مرحله‌ای است که در صورتی که فشار گاز کم یا زیادتر از حد اندازه باشه کولر برای ما نمیتونه راه اندازی بشه و همچنین در بعضی از موارد باید به صورت مستقیم دور تند فنها به کار بیفته که انشالله در نقشه کولر براتون توضیح میدیم. اما نقشه‌ای که گفتیم دارید مشاهده میکنید نقشه کاملی هست از مدار خنک کننده. در نقشه شماره 37 اومده و فقط مدار دور کند رو برای شما کشیده و البته در حالت وصل هم کشیده. حالا دقت بکنید که ببینیم از چه قطعاتی تشکیل شده. رله 1504 و 1502 رو میبینید. سنسور قبلا توضیح دادیم، کنترل یونیت، جعبه فیوز اصلی، سویچ، جعبه فیوز کالسکی، باتری و در اینجا ما دارای 2 تا فن هستیم. اگر به هر فن 12 ولت برسه فن با دور اصلی خودش یا دور تند شروع میکنه به کار کردن. اگر به هر فن مقدار 6 ولت یا نصف ولتاژ کاری خودش برسه فن با دور کندتر یا کمتری شروع میکنه به کار کردن، که در این حالت اومدن گفتن اگه ما بتونیم این 2 تا فن رو به صورت سری ببندیم بهش 12 ولت بدیم به هر کدوم 6 ولت میرسه با دور کند کار میکنه، اما اگر بتونیم این 2 تا رو به صورت موازی ببندیم به هر کدومش 12 ولت میرسه و با دور تند کار میکنه، که این سری موازی کردن رو توسط 2 تا رله 1504 و 1502 برای ما انجام میده. حالا تو این نقشه ببینیم دور کند مدار ما به چه صورت داره کار میکنه. زمانی که کنترل یونیت متوجه شد دما به 97 درجه رسیده میاد پایه 1 خودش رو منفی میکنه. این پایه 1 منفی شدن یعنی اینکه رله 1504 شروع کنه به کار کردن، عمل بکنه. الان عمل کرده، تیغه خودش رو چسبونده، گفتیم در حالت وصله. تو این حالت پایه شماره 3 که ولتاژ مستقیم خودش رو از فیوز 1501 گرفته ولتاژ رو میاد و به موتور فن میده. میبینید که از زغال دیگه خارج شده رفته برای رله 1502. ادامه بدیم مدار ببینیم به کجا میرسیم. از پایه 4 دوباره رسیده به موتور فن بعدی و بعد از اون رسیده به کجا؟ به بدنه.
پس الان دوتا فن ما به صورت سری قرار گرفتن، یک ولتاژ 12 ولت و یک منفی به دو طرف این دوتا موتور که به صورت سری قرار گرفتن متصل شده. پس فنها با دور کند شروع میکنن به کار کردن. اما در نقشه بعدی اومده و دور تند سیستم رو برای ما نشون داده که به چه صورتی عمل میکنه. خب یکم نقشه رو میاریم پایین که از قسمت بالاش فعلا کاری نداریم تا بعد خدمتتون عرض کنم. در این حالت علاوه بر این که پایه یک خودش رو کنترل یونیت منفی میکنه و رله عمل میکنه، پایه شماره 10 خودش رو هم منفی میکنه. با منفی شدن این منفی میاد به رله 1502. در ادامه که به مدار دور تند میرسیم گفتیم که کنترل یونیت میاد علاوه بر این که پایه یک خودش رو منفی میکنه، پایه 10 رو هم منفی میکنه. پایه 10 که منفی شد دیدیم که به دوتا رله میرسه. اولین رله ببینیم چه کار برای ما انجام میده. رله 1502. رله 1502 همینطور که مشاهده میکنید با وصل پایه شماره 3 به 5 میاد اتصال بدنه رو از خودش عبور میده، میاره میرسونه به چی؟ فن اولی. نقشه قبلی رو دقت بکنید. نقشه قبلی اگر یادتون بیاد پایه 5ش که اتصال بدنه بود به جای وصل نبود، اما پایه‌ای که 3 به 4 وصل بود رابطی بود ما بین فن اول و فن دوم، یعنی دوتا رو پایه 3 و 4 با هم دیگه سری کرده بودن. زمانی که حالا دو بوبین فعال میشه و رله میاد داخل مدار پایه وصل میشه، مثل این است که یک حالت سری فنا از کار میفته و دو میاد پایه 5 رو به 3 که به یک سر دیگه فن وجود داره وصل میکنه، اتصال بدنه رو بهش میرسونه، مثل که به این فن داره 12 ولت میرسه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی روزگار خوش.